این بینای مکتب اینترنت خوانندگان بالایقت در دهه کدوچی یکی از مافزه‌های خوشمنظره دهه مکانی برگزاری چهارمین جشن بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جامعه دهاتی به نام میرزاعلی وایس میباشد. مؤسسه مذکور در دوران صاحب استقلالی با مبلغ‌گذاری دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پورا از تعمیر و ترمیم برآورده شده زمانوی گردانیده شده است. همایش ایدانه ساکنان این دهات در صحن حولی مکتب اینترنت برگزار کرده شد. در نمایش محصولات کشاورزی دهقانان مسئول مهنت خود را به نمایش گذاشتند. دهقانان حدود این جماعت دهات امسال با وجود نامساعد آمدن اقلیم در استحصال محصولات نیاز اهالی با موفقیت ها نائل گردیدند. کدوچی مکانی میوه‌های شهدبار انگور و انجیر، انار و خربوزه و تربوز میباشد. از کشت محصولات های سبزواتی امسال دهقانان درآمدی بلند گرفتند. در دهات کدوچی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان بسیاری از هنرهای مردمی از نو احیا می‌گردند. بانوان این دهات با هنر کدبانوگیشان با استفاده از آرد گندمی در تنور عنعنوی این گونه نان و کلچه‌های خوش‌لذت را پخته به نمایش گذاشتند. از طعام‌های ملی آش بریده، شرفتی و شکراب ترکیبشان از گیاه‌های طبیعی در این دهات طعام‌های معمولی ساکنان به شمار می‌روند. در قسمت قدرشناسی بخشیده به 30 سالگی جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سابقه‌داران مهنت و غالبان آزمون‌های دوری ناحیوی و ولایتی سپاسنامه تقدیم کرده شدند. با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همین گونه همایش فرهنگی در دهات توگارک با نمایش محصولات کشاورزان دهات و محصول کارهای هنرمندان برگزار کرده شد. بعد بخش قدرشناسی فعالان در قسمت فرهنگی چهارمین برنامه ایدانه کنسرتی منظور اشتراکچیان گردانیده شد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.